این بار به جای اینکه برم ظرف سفالی بگیرم تصمیم گرفتم خودم بسازمش. تبریز ایونت های مختلفی داره ولی این یکی از باحال‌تریناش بود که ایوا برگزار کرده بود. با شروع ایونت تمام گل و متریال که لازم داشتیم و بهمون دادن، یه پذیرایی کوچیکی هم کردن و بر اساس ایده‌ای هم که داشتم بهم یاد دادن چجوری باید وسایلی که میخوام درست کنم. منم که کلی توی پینترست گشته بودم، یه دونه ماگ درست کردم با یه جا جواهری شکل ارکیده و یه استند چاپستیک. پذیرایی دومشونم این ترامیسو خیلی خوشمزه بود و این بود از روز اول، ولی چند روز باید منتظر میموندیم که سفالامون خشک بشه تا اینکه بتونیم راحت صاف و صوفش کنیم و بعداً بتونیم که رنگشون بکنیم با رنگای مخصوص و بعد از اون مستقیم برم توی کوره که اونم زمان میبرد. چند روز بعدم این بسته نازنازی رو در خونمون تحویل گرفتم که توش نتیجه نهایی کارام بود و ازشون خیلی خیلی راضیم. به نظرم خیلی خوشگل شدن و خیلی هم کاربردی‌ان. این از اون جا جواهری یا استند انگشترامه و این استند چاپستیکمه. اون یکی هم جا براشی کردم فعلا و گذاشتم روی میز لوازم آرایشیم. در کل این یه تجربه خیلی خیلی قشنگ بود و حتما بهتون پیشنهاد میکنم اگه تبریزین به پیج ایوا سر بزنین.